السلام علیکم برادر محترم سازین تینجین الله حفظ کنه. برادر درباره شکر یا که کفران نعمت پرسیدگی هستند، آیت مفهومش ظاهر است الحمدلله و کم درک درباره شکر گپ میزنیم انشاءالله. شکر در لغت به معنی سپاسگزاری و شکر کردن میآید و این در لغت است. در اصطلاح علما چند تعریف کردگی شکر. یکی تعریفی است که شکر اون اجتهاد، الشکر هو الاجتهاد فی بذل طاعت مع اجتناب المعصیة فی السر و علانیه. یعنی شکر او کوشش را، یعنی صرف کردن کوشش میگن در طاعت الله سبحانه و تعالی با همراهی که از گناه ها پرهیز کنه در پنهانی و آشکارا. یعنی در طاعت الله سبحانه و تعالی وقتاش از صرف کنه و از معصیت، از نافرمانی الله در پنهانی در آشکار اجتناب کنه، پرهیز کنه. همین شکر میگن. علما اصطلاحی تعریفشان با دیگه کردگیان که العرفان الاحسان، مقصد شناختن نیکی ها است. یعنی شناختن نیکی ها را شکر میگن. و بعضی علمای خیلی تعریفش کردگی شکر که الاعتراف بنعمت المنعم على وجه الخضوع، یعنی اعتراف کردن با نعمت دهنده به طریق خشوع و خضوع، یعنی به طریق مثلا کبرینی و به طریق شکستگی. و ابن قیم رحمه الله می فرماید که شکر ظهور اثر نعمت الله على لسان عبده. مقصد همین شکر ظاهر کردن نعمت الله سبحانه و تعالی به زبان است. میگه و شکر سه تقسیم می شود. شکر زبانی، یعنی حمد و ثنای الله سبحانه و تعالی، اون چیزی برای تعریف الله سبحانه و تعالی میه به زبان بکنیش. و شکر جوارح، یعنی و شکر بر بدن انسان بکنه. اگر مثلا نماز، روزه بدنی، عملاش در طاعت الله سبحانه و تعالی بکنه. سوم قسمش شکر قلب میآید، همون تصور کردن نعمتهای الله سبحانه و تعالی را، یعنی تصور بکنه نعمتهای الله سبحانه و تعالی را. این درجه قلبیش است. در تفسیر ابن کثیر رحمه الله در تحت همی آیه میآید که لئن شکرتم لازیدنکم، ای لئن شکرتم نعمتی علیکم. اگر شما شکر میکنین اون نعمتایی را که من بر بالای شما کردگیم، لازیدنکم منها، ای همون نعمت هم زیاد میکنم به شما را. مقصد شکر همونا را چیزی را نعمت باشه دادگی تویم میکنین، همون با زیادتر تو میکنم. اگر شما کفر میکنین از همون نعمت های من و پنهان و مثلا انکار شو میکنین، به شک عذاب من سخت است. میگه علامه شوکانی میفرماید در فتح قدیر که فمن شکر الله علی ما رزقه، یعنی از شکر الله سبحانه و تعالی آن چیزی که رزق داده است ایرا اگر درباره رزقش میکنه، الله سبحانه و تعالی وسع الله علیه فی رزقه، یعنی الله سبحانه و تعالی درباره رزق شکرش بکنه، رزقش زیاد میکنه. درباره اگر طاعت شکر میکنه که مثلا الله من قوتم داد که من طاعت کنم در راه الله سبحانه و تعالی، درباره ای زیادش میکنه.
و درباره صحت و عافیت شکر بکنه، الله سبحانه و تعالی در او زیادش میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی در چی چیزی هم که نباشه شما شکر کردین من از او زیاد میکنم. و اگر رفته و کفر اختیار کرد، انسان ناشکری کرد، الله سبحانه و تعالی دیگه خیلی معامله میکنه با او. میگه که یکی از شکرهای نعمت الله همیه که یک انسان پروردگار شد در حالتی وزمینی یا که در حالتی سبکی همش ای الله بدونه و شکر بکنه. فیحمده علی رخائه و علی حین ابتلائه. مقصد اگر رفته و یا انسان نعمتش داد الله سبحانه و تعالی، برای نعمتهای آسانی کردگیش هم شکرش بکنه. و اگر یگان امتحانش گرفت، یگان ابتلاش کرد، برای که ای ایده هم از منترش میتونست الله بکنه، لیکن سبکتر شکر برای ایرم شکر بکنه. و علی حین ابتلائه، یعنی با آسانی ابتلا کردن الله سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی می فرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. در سوره انبیاء میآید. مقصد ما شما را بر نیکی و با بدی امتحان تو میکنیم، گاهی مشکلات میاریم، گاهی آسانی میاریم، در هر دش مثلا امتحان تو میکنیم که شما چی جواب میگیریم. و میگه که بر مؤمن باید که صبر بکنه با او چیزایی که طرف الله سبحانه و تعالی میفرماید یا میآید. مقصد ده همش شکرش کردن با کارای نعمتهای الله سبحانه و تعالی را. الله سبحانه و تعالی میفرماید اگر شما نعمتهای الله چند درم حساب کنین، شکری اونا را به جا آورده نمیتونین. یعنی الله سبحانه و تعالی هر منوطه که نعمت میته انسانه، اصل مشکلات دایی است که بعد نعمتاش بگیره الله سبحانه و تعالی، بعد انسان میفهمه اون نعمتهای گرفتگی را دیگه او قدر فایدهش نمیکنه. و یا انسان چه خیل باید که شکرگزار بشوه. ائمه کرام احادیث نبی صلی الله علیه و سلم و از آیاتهای قرآن استنباط کردن که چند صورت هسته که انسان به سبب همینا انشاءالله شکری الله سبحانه و تعالی را به جا میاره. میگه یکمش همیه که یگان کس یگان نیکی بخته بکنه، اگر یگان نیکی که بکنه شکری همو را به جا بیاری. حدیث شریف در میگه که کدامی که اگر مردم شکر نمیکنه، نیکی مردم شکر نمیکنه، یعنی سپاسگزاری نمیکنه، و الله شکر کردگی نیست. و در دیگه احادیث میگه که کدام انسان به شما را یگان نیکی بکنه، شما را هم در بدله او در و نیکیش بکنین. اگر رفته و نمیاوین نیکی کرده نیکی بکنین به او را، شما در حق او دعا بکنین تا وقتی که شما میدانین که ما حق او را ادا کردگیم. اگر مثلا یگان انسان، حدیث شریف در میگه که اگر یگان انسان بطر یگان کاری نیک میکنه، تا اگر میگوی جزاک الله خیرا فقط ابلغ فی الثناء، میگه که در همین صورت در بدله همو مقصد که خیلی زیادی کردگیه. یعنی کدامی که اگر احسانت بکنه و جزاک الله خیرش بگوی، یعنی الله ترا جزای خیر بده، با این میگه خیلی درجه ثنا را، یعنی درجه شکری همو را به جا آوردگیه، یعنی بسیار زیاد شه. دوم صورتش میگه که یعنی فکر کردن در نعمتهای الله سبحانه و تعالی به همین انسانه. یعنی الله سبحانه و تعالی چقدر نعمت کردگیه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. در سوره نحل میآید. یعنی الله سبحانه و تعالی شما را
از شکمای مادرات تو بیرون کرده، مثلا چند خیلی احسان کردگی تا کلان شوی تو ابد، از او اعطا تو کرد، مثلا بینایی، شنوایی و بگیم دلها فهمیش زیاد در غیر این آیت هم، یعنی تا که شما شکری الله به جا بیارین، یعنی به این سبب های این شکری الله به جا بیارین. میگه که یا قصه میاره که یونس ابن عبیدالله رحمه الله میگه یا انسان دید که شکایت میکنه از تنگ دستیش، از همیناش. اون مرده که پرسید که یعنی آیا تو راضی هستی که من همین چشمت را در 1000 درهم بخرم؟ اون مرد گفت نه. و از اون گفتش که آیا تو راضی هستی که من دستت را در 1000 درهم بخرم؟ مقصد میبرم میگیرمش. گفت نه. گفت آیا راضی هستی که من در 1000 درهم پایت را بخرم؟ گفت نه. گفت انسانیش بفهم که در درون خود تقریبا چند هزارها میلیون ها هست که همونا را شکر شو بجا بیار و تو این یار یگان تش شکر شو بجا ناورده سعی و انت تشکل حاجه، فقط تعمی حاجت شکایت داری. اینقدر شکر یارا گفت در کجا بجا آورده سعی تو؟ سوم شکر همیه حضرت که یعنی با تقوا، یعنی با تقوا از الله سبحانه و تعالی ترسیدن و عمل به طاعت الله کردن. و الله سبحانه و تعالی می فرماید ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. یعنی شما را در جنگ بدر الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که در وقتی که شما ناتوان و به قوت بدین، من در وجده شما را یعنی انعام کردم، یعنی غلبت دادم در حال شما ناتوان و چی بدین. لعلکم تشکرون، یعنی ائمه می فرماید که فإنه شکر نعمتی فاتقون، مقصد که همین شکر نعمتی من بدله همین احسان من همی است که شما تقوا اختیار کنین، یعنی تقوا اختیار کنین به بدله همین نعمتی من که نصرت دادم شما را. و چهارم شکر به قناعت است و رضا به او چیزی که الله سبحانه و تعالی به او انسان دادگی است. در حدیث ابن ماجه میویا که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که تو قناعتمند باش، یعنی قناعت کن باش و باش شکرترین مردم ها، مقصد که بهترین مردم در شکر گزارش باش، مقصد که افضلتر ای همه به قناعت شکر الله به جا بیار. و پنجم صورتش همی است که نمازی ضحا، مقصد که بعد از آفتاب ورمدن در رکعت نماز خواندن است. حضرت ابوذر رضی الله عنه در بخاری و مسلم میگوید که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که یصبح علی کل سلامه من احدکم صدقه، مقصد که هر روزی که می شود از هر یک پیوند شما، تقریبا در یک انسان 360 پیوند است، مثلا چلیکا پیوند دارن همیا، در هر یک کدامش می فرماید که باید که همیا را صدقه بتین، در حق همینا هر روزش صدقه بتین. لیکن فکل تسبیحت صدقه، هر تسبیحی که شما میگین سبحان الله میگین، پاکی الله بیان میکنین، این صدقه است. و در هر یک حمد شما صدقه است و در هر یک لا اله الا الله گفتن شما صدقه است و در هر یک تکبیر شما صدقه است
و امر به معروف کنین این صدقه است، نهی عن منکر کنین صدقه است. لیکن میگه جناب پیغمبر اخیر و یجزی من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحى، مقصد که همیو را با دربر میگیرد 2 رکعتی که انسان در وقت ضحا میخونه، یعنی وقتی که آفتاب یا میدهک بالاتر میفرایه. و این چیزایی هسته که مثلا باید انسان شکر اینا را به جا بیاره. ائمه میفرمایند که نعمتهای الله سبحانه و تعالی 2 قسم میشن: مستمره یعنی بردوام، یعنی نعمت دادگی تا چشم بردوام رفته است، و مجدد یعنی اون نعمتهایی که یکی میوه، گاه گاهی میوه، یعنی انسان فرزند میته یا که مالش میته، گاه گاهی نو میوه. میگه وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نعمتهای نوشم که میفهمید، در او در سجده میرفتک، شکر الله گذاشته میرفتک. و از حدیث معاذ رضی الله تعالی عنه است، یعنی چگونه انسان شکر کننده شوه برای الله سبحانه و تعالی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ رضی الله عنه را وصیت کرد که بعد از هر نماز گفت، عقب نماز بگو اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بارا خدایا من مدد بکن در ذکر کردنت و در شکر به جا آوردنش و در بهترین عبادتت به طریقه بهترین بکنمش. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث مسلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که من قال حین یصبح، کدام انسانی که میخیزه روز میکنه میگه که یعنی اللهم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک، بارا خدایا هر نعمتی که به من داده تنها ای طرف تو هستک، لا شریک لک، یعنی یگان شریک نداری، تو پاک هستی، فلک الحمد و لک الشکر، و برای تو حمد و ثنا است و برای تو شکر است. فقط ادى شکر یومه، جناب پیغمبر میگه که شکری همون روزی نشه به همین قول پره کردگی است. لیکن میگه که و من قال مثل ذلك حين یمسا، کدام انسان امیر اگر در بگه میگه فقط ادى شکر لیله، به تحقیق پره کردگی شکر شب شه. همین دعا را حتما خواندن به کار است. و حضرت سعدی هم در کتابش میاره، در گلستان سعدی تقریبا اولاش دسته، یعنی انسان هم میگه که چوی قدر غافل هستی، چوی قدر نادان و جهل هستی که الله شکر نمیکنی، با وجودی که الله سبحانه و تعالی تمام چیز دنیا را برای تو مسخر کرده دگیه. میگه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، یعنی ابرها و شمالها و آفتاب و مهتاب و فلک، یعنی آسمان همه در خدمت هستن. میگه تا توانی به کفاری و به غفلت نخوری. میگه که تو اینا را همش به دست استفاده بر از اینا، لیکن در غفلت استعمالشو نکن، شکر اینا را به جا بیار. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، اینا همش میگه به خاطر تن سرگشتن و فرمان برداریشو و میفرای افتا و میشینه، و همه این شمال اینا همش برای خودتن. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری، تا انصاف نداری که اینا همش در خدمت تن، تا در خدمت یا الله یگانه یا الله پرستش بکنی. مقصد هم انصاف نداری تو. و حضرت سعدی رضی الله رحمه الله می فرماید که میگه من یه شخص را دیدم در لب دریا زخمی پلنگ داشت. مقصد که ای سبب کدام پلنگ زخمی شدگی بده حضرت، یه دار شدگی بده بدنش، و دیگه یگان طبیب دوای او را نیافت. او در همون لب دریا یا جاکش راست کردگی بدن، در همون حال خودش بود گشنه و تشنه، نیکی همیشه شکر الله به جا می آورد. میگه پرسیدنش که تو برای چی شکر میگوی دیگه؟ گفت که شکر الله که من در
مصیبت گرفتارم، یعنی خداوند یا امتحانم کردگی، کمترک درد اذیتم دادگی، مصیبتم دادگی، نه که در معصیت گرفتار نیستم. یعنی در شرابخوری یا در زیناگری یا در دزدی یا در فریبگری مسلمانان یا در جنگ داختن مسلمانان نیستم، در معصیت نیستم، من در مصیبتم. گفت بعد برای همین شعر گفتگیه که میگه که حضرت سعدی میگه یعنی اگر زار بکشتندی هدانیاری عزیز، اگر منی بیچاره را میگه الله سبحانه و تعالی بکشتنم که بته تا نگویم که در آن دم غم جانم باشد. من پروا ندارم، میگه که از جانم هیچی پروا ندارم. یعنی الله سبحانه و تعالی اگر من اینقدر درد مصیبت دادگی، میگه پروا ندارم، هیچی غم نه. گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد. من طرفی الله سبحانه و تعالی میگم که ای بنده ت چی گناه شدگی، ای چی ناراضگی شدگی، ای من یا الله کی دل آزرده شد از من غمی آنم باشد. یعنی من میگم که همین مصیبت هایی که بر من آمد، ای طرفی الله سبحانه و تعالی پروایش ندارم که منم مصیبت داده یا که میکشی مرا در راه خودت، لیکن من غمی نمیخورم که شاید از من یگان آزرده شده، یگان گناه من ناپسند شدگی که تا مقصد که تا یا الله ناراض نباشی، باقی چیزی که مصیبت باشه همشه قبول داریم. میگه یعنی هر یک مسلمان باید همی باشه، همیشه انسان اگر شکری الله سبحانه و تعالی را بجا بیاره، بجا آورده رم نمیتونه، لیکن کم از کم الله سبحانه و تعالی به شکر گزاری انسان خیلی خرسان میشوه. کدامی که کفر میکنه او را نعمت هم دستش میگیره، کم از کم نعمت زیادی، بهترین نعمت که مثلا دستش میگیره که الله ایو ناراض میشوه. یعنی الله سبحانه و تعالی ای خیلی شخصیت ناراض میشوه که او در کفر، در گپای ناجا میدرویه. مثلا یه انسان هم میپرسی چی حال داری، میگه شکری الله الحمدلله، هم میکشش که میفهمی که همین چیز ناراض است. یعنی چی مصیبت داره یا او فاس کشیده درد اندوهش بیان میکنه. در پیش امام حسن بصری کدامی بود همین درد اندوهش شکایت کرده صحبت، حضرت گفت که او کسی که تر رحم تا میخره، دا او کسی که رحم تا نمیخره دا او شکایتش داری. مقصد الله رحم خواریته تو او را در بنده ها شکایت داری. یعنی هر انسان باید احتیاط کنه در زبانش. او شکر و معنی نداره به زبان شکر بگوی دلت پر از اعتراض باشه و پر از مشکلات باشه و تری شکر نمیشه. باید هر انسان به قلبش شاکر باشه، به زبانش شاکر باشه، به عملاش شاکر باشه. یعنی این شکر نعمت، حدیث شریف دمیه که الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. یعنی یا انسان میخوردگی، مقصد که طعام میخوردگی و شکر میکردگی مثل روزداری که صبر میکردگی ای. الله سبحانه و تعالی ما و شما را همیشه شکر گزار نعمتش بگردانه و انسان کوشش نکنه که مثلا کم ترک الله ذکر کرد، کم ترک عبادت کرد، کم ترک در شریعت رفت، همواره نگه بکنه که کوکای بدل یارا میته. ما اگر صد عبادت هم کنیم، یک چشم یا که یک دست یا که یک نعمتی دوستی و برادری را الله سبحانه و تعالی را شکر شب جا آورده نمیتونیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را شاکر و صابر بگردانه در راه خودش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.